سلام تماشابینان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. موضوعی که من میخواهم درباره‌اش با هم صحبت کنیم به تاریخ ولایت غرب بخشیده می شود. بسیار تماشابینانمون در کامنتاری‌ها خواهش کرده بودند که در این باره یک نوار تیار نمایم. در حقیقت ولایت غرب تاریخ عجایب و خواندنباب را دارا می باشد. علل خصوص زمین لرزه‌ای که سال 1941 در این گوشه کوهستانی کشور رخ داده که در اون آدمان زیاد جان خود را از دست دادند. من کوشش میکنم که درباره این زمین لرزه و تاریخ این منطقه کشور به شما معلومات دهم. اگر شما تا حال به کانال اگروتک تیجی آبونه نشده باشید، حتما آبونه شوید. لایک موندن را فراموش نکنید تا این نوار دسترسی دیگران نیز گردد. اولا من میخواهم به شما درباره زمین لرزه مدهش که از این دیار چند صد نفر جان خود را از دست دادند نقل کنم. برای اون که مقیاس زمین لرزه به ما معلوم شود، من اولا درباره ولایت غرب که با اوکاز شورای عالی SSR 27 اکتبر سال 1939 تشکیل شده است معلومات میدهم. در آن وقت یعنی به 1 ینوری سال 1941 به هیئت ولایت غرب ناحیه‌های غرب مرکز شرچه غرب با 9 جماعت دهات، ناحیه جرگتار مرکزش دهه جرگتار با 7 جماعت دهات، ناحیه قلعه لبی آب مرکزش دهه قلعه لبی آب با 7 جماعت دهات، ناحیه قلعه خم مرکزش دهه قلعه خم با 9 جماعت دهات، ناحیه کمسمال آباد مرکزش دهه کمسمال آباد با 10 جماعت دهات، ناحیه آبی گرم مرکزش دهه آبی گرم با 9 جماعت، ناحیه سنگوار مرکزش دهه سنگوار با 4 جماعت، ناحیه طویلدره مرکزش دهه طویلدره با 8 جماعت، ناحیه هاید با 8 جماعت مرکزش دهه هاید و ناحیه شلمک مرکزش دهه شلمک با 7 جماعت داخل می شدند. موافق برای خودگیری عمومی اتفاقی اهالی سال 1939 در حدود ولایت غرب 182,845 نفر زندگانی می‌کردند که از این 27,290 نفر در ناحیه غرب زندگانی می‌کردند. ولایت غرب به ناحیه‌های از جهت سیسمولوژی فعال داخل می‌شد و این بود که اولهای بهار سال 1941 که مردم به مهنت همه روزه خود مشغول بودند، سحری 20 اپریل سال 1941 کوهستان کشور را بهار عالم افروز با زیبایی و گرمی خود بعد از زمستان طولانی خنک زیبایی و گرم کرد. مردم که اصلا به دهقانی و چراغداری مشغول بودند از خفای کار و بار و رزق روزی خود بودند. ناگهان زمین آهسته آهسته چند دقیقه به لرزیدن درآمد. مردم که به این لرزیدن آهسته زمین گویا عادت کرده باشند کمی تشویش شدند و زمین که از لرزیدن ماند آدمان فکر کردند که تمام، ولی تخمینا بعد 10 دقیقه این مراتبه زمین چنان سخت به لرزیدن درآمد که مردم در خانه ها بودند به بیرون برآمدن فرصت هم نیافتند. اساساً آن سالها خانه های مردم از لای ساخته شده به این گونه زمین لرزه ها تا باور نبود و از این زمین لرزه زیاده 60 دهه ناحیه غرب، جرگتال و قلعه لبی آب ضرری جدی دیدند. موافق آمار آن وقته در نتیجه این زمین لرزه زیاده از 700 نفر جان خود را از دست داده 250 نفر دیگر جراحت‌های وزنی برداشتند. این آمار به گفت بعضی از رسانه‌ها چند مرتبه کم نشان داده شده است و همین شماره هم برای ناحیه‌ای که با 27,000 اهالی تلفاتی کلان است. این چنین در این فاجعه چنانی که گفتیم خانه‌ها در زیاده از 60 دهه ویران شدند. تلفات حیوانات باشد زیاده از 10600 سر را تشکیل میداد. از سببی که در آن وقت مملکت فقط دقتش به جنگی که آلمان در اروپا سر کرده بود نگران کرده شده بود. این فاجعه مردم تاجیک نادیده گرفته شد و در تاریخ نیز نه در همه جا ثبت کرده شد و وقتی که بعد 2 ماه زمین لرزه جنگ خانمانسوز جهانی سر شد این فاجعه خلق تاجیک تماما فراموش شد. 12 اگوست سال 1949 ناحیه قلعه لبی آب و هاید یک جا کرده شده ناحیه تاجیک آباد نامگذاری کرده شد. مرکزش باشد دهه قلعه لبی آب تاجیک آباد نامگذاری کرده شد. 21 سپتامبر سال 1949 باشد مرکز ولایت غرب به دهه شلمک کوچانده شده. 22 ایول سال 1950 به شهر تابع ولایت با نام نوآباد تبدیل داده می شود. ولایت غرب یکی از 4مین ولایت در قطار ولایت‌های لرنوباد، ولایت استالیناباد و ولایت کلاب به حساب می‌رفت.
در وقت تشکیل ولایت با ولایت‌های کلوب، لیلنوباد، ستایلنوباد از غرب، ولایت مختار بدخشان از شرق، ولایت اوش قرقیزستان از شمال و افغانستان از جنوب همسرحد بود. و نهایت با اوکاز شورای عالی SSR 24 آگوست سال 1955 ولایت غرب برهم داده شد و ناحیه‌های تابع ولایت و تابعیت مرکزی جمهوری تاجیکستان سوویتی گذرانیده شد. اگر ما به گذشته قراتیغی نظر اندازیم، معلوم می شود که بسیاری از تاریخ نگاران تحقیقات‌های تاریخی عاید گذشته و تاریخ قراتیغین گذرانیدند. از این تحقیقات‌های تاریخ نگاران معلوم می شود که تا اول سالهای 70 عصر 19 در قراتیغین شاهیگری علاهیده عمل میکرد و گاه مطیع دولت‌های بزرگ همسایه میگشت، ولی بسیارتر خود شاهیگری علاهیده را صاحبی میکرد. سالهای 70 عصر 19 به تخت بخارا امیر مظفر نشست و او خواست کشورهای این طرف بدینه بخارای شرقی که هر یکی در علاهیدگی و پراکندگی عمل میکردند و سروران خود را داشتند به تابعیت خود درآورد و پخادی حربی تشکیل نمود. در این باره در نوار زمین لرزه قره‌طاق معلومات داده بودم، تماشا کنید، عجایب است. یکی پس دیگر خانیگری های دینه، حصار، کلاب، برجوان از لشکر امیر مظفر شکست می‌خوردند و به تابعیت بخارا داخل می‌گشتند. لشکر امیر سروران این خانیگری ها را در بین مردم محل به قتل رسانیده رژیم خود را اعلان می‌کردند. سال 1878 امیر مظفر باز پخادی نوی حربی تشکیل نموده با سرداری لشکر خدای نظردادخواه به شاهیگری قراتیغین لشکر میکشد و قراتیغین را زیر تصرف خود درآورده در مرکز غرب مردم محل را جمع نموده حکومت نوی منقیتی ها را اعلان میکند و خدای نظردادخواه خود را نماینده امیر و حاکم قراتیغین اعلان کرده از سال 1878 تا سال 1886 این وظیفه را اجرا میکند. اداره‌کنی دولتی، سیاسی و اقتصادی قراتیغین را نماینده امیر با نمونه بیکیگری بخارای غربی به راه مانده قراتیغین را به املاک‌ها تقسیم نموده. در این املاک‌ها املاکدارها از مردم بخارا از جمله خویش و تبار و نزدیکان امیر بخارا تعیین شده امر و فرمانهای امیر را در این منطقه عملی می‌کردند. در هر املاکدار، مفتی، قاضی و دیگر وظیفه ها از طرف آنها تعیین شده منفعت های امیر را حفظ می‌کردند. موافق معلومات های تاریخی سالهای 1890 قراتیغین به 8 املاک تقسیم شده منطقه های زیرین را املاک قرقیزها، منطقه جرگتار، املاک های قلعه لبی آب، قلعه هاید، غرم و نودانک، کمرا، شلمک، یخک، کازیران نورآباد و آب گرم تشکیل می‌دادند. موقع جغرافی قراتیغین که در موضع کوهستان راست می‌آید موقع کمزمین به حساب می‌رود و مردم در همواری‌ها زیست جایگاه گشته بودند. از سببی که در حیات وظیفه‌های امارت وظیفه آمارچی یعنی استاتیستیک موجود نبود، در حساب احوالی نگاه‌های هر خیله موجود است. چنانچه سیاحتگران هر یک شماره‌های خود را در کتاب‌های خود درج کردند. چنانچه سیاحتگر مینایف در سالهای 1890 اهالی قراتیغین را به 100,000 نفر، سیاحتگر اراندرینکو سال 1883 به قراتیغین آمده است اهالی منطقه را به 60,000، مقدار خواجگی‌ها یعنی حولی‌ها را به 740 عدد. وسیلف باشد سال 1887 اهالی این منطقه را به 51,000، سنیساریوف باشد سال 1906 اهالی قراتیغین را 120,000 نفر معلومات دادند. از این گفته‌ها معلوم می شود که در آن دور در حساب اهالی منطقه شماره درست و حقیقی وجود ندارد، ولی تخمین کردن ممکن است که اگر در یکمین بر رویخوادگیری اهالی 1939 در این منطقه اهالی نزدیکی 183,000 زندگی کنند، پس حساب سنیساریوف درست‌تر به نظر می رسد. از زیوس شدن از سلطنتی پیشین به حکمرانی منقیتی ها استثمار مردمی عادی کم نگردیده بلکه باز هم زیادتر گشت. زمین که یکی از بایگری اساسی این منطقه کوهی و کم زمین به حساب می رفت در این بیکیگری به چند نمود تقسیم شد که یکمش ملک امیری یا بکی که به آدمان نزدیک امیر و بک تحفه می شد که از این زمین ها انداز رویانیده نمی شد. دیگر نمودش را ملکی اوشریه می گفتند که آدمان وظیفه های پستر داشته صاحبی می کردند و از حاصل گرفته 10% را به خزینه بگ می سپاریدند.
نمونه دیگر ملکداری زمین که وسیع در بین مردم پهن شده بود این ملک‌های میراثی که دهقانان میان نهال و کمبغل صاحبی میکردند و از درآمدشان یک بر یک یعنی درآمد دو تقسیم شد و به خزینه منقطی ها سپاریده میشد. دیگر نمودی انداز این چنین از درآمد یک بر سه یعنی 30% درآمد همچون انداز سپاریده میشد. در میان مردم قراتیغین آدمانی باسواد نیز کم نبودند که در دوره خود عالمانی برجسته به حساب می رفتند و در مدرسه های بخارا و دیگر کشورها تحصیل علم نموده بودند. چنانچه این شخصیتی بزرگ که در ملکی حاید اون بسر بوده شایان تعریف ها است. خلیفه حسن میراب سال 1802 سال 1865 که سالهای زیاد در مدرسه های افغانستان، هندوستان، عربستان و پاکستان تحصیل علم نموده در برابر علم دینی، علم‌های دنیوی و مانند علم‌های فیزیک، شیمی، متماتیک، نقشه‌کشی را از خود نموده در رشد منطقه خدمت‌های شایان کرده است. این چنین از دهه اسکلان غرب عالم برجسته عبدالرافع با تخلص اشانی ملیح قید کردن ضرور است. این شخصیت بزرگ اولهای عصر 20 دانشگاه طبی سن پترزبورگ را ختم نموده در علم‌های شیمی، فیزیک و داروسازی شخصیتی برجسته به حساب می رود. چون این شخصان معتبر در منطقه خیلی زیاد بودند. استثمار و عذاب مردم در دوره منقطیان به درجه رسید که خود در وقت آمدن لشکر سرخ زمینه شکست امیر در منطقه گشت. در یک مدت کوتاه حکومت شوروی غلبه کرد. سیستم دولتداری تماما دیگر گشت. راستی تاریخ این منطقه حادثه‌های بسیار دارد ولی من نتوانستم در این مهلت کوتاه همه آن را به شما نقل کنم. لیکن کوشش کردم حادثه‌های اساسی و ضروریش را به شمایان رسانم. در آخر به کانال یک را تخت جواب نشدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.